مجاز 65 مایله، ولی اینجا برای تراک سرعت پیشنهادیشون 45، یعنی 70 کیلومتر. خیلی زیباست. دما مثبت 3 درجه سانتیگراده. امروز 26/11/2025. تانکسگیوینینگه، به خاطر همونم خیلی خلوت جاده، تعطیلیه. امیدوارم که خوب توی ویدیو بیفته، زیباییاش نشون داده میشه. بذار شیشه رو تمیز کنم. شیشه این ماشین عوض شده. بعد این خطایی که میبینید رو شیشه هست، اینا از داخله بارون اومده، آب اومده تو. خب دوباره برمیگردیم به سرعت 65 مایل، سرعت مجاز برای تراک. خیلی با کیفیت نیستن، چون دارم با گوشی میگیرم اینا رو. حالا امیدوارم که در آینده ویدیوهای با کیفیت تری بتونم بذارم. اینجا آنتن هم نیست، تلفن آنتن نداره بعضی جاهاش، و کلا توی این قسمت از مونتانا یه خورده مشکل آنتن هست. که من قراره برم به سمت واشنگتن. تا خود واشنگتن تو همین اتوبان 90 خواهیم بود. 90 از شرق آمریکا تا غرب آمریکا ادامه داره. به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه همینجا تمومش کنم، ولی اون جلوی مقدار مه و ابر و اینا هم هست، بریم ببینیم اونجا هم نشون بدم بهتون. بله دست انداز هم میبینید که اینجا هم دست انداز داره. فکر نکنیم فقط ایران داره، ولی
ولی خب در کل در مجموع جاده های اینجا بعید میدونم با جاده های ایران قابل مقایسه باشه، چون اینجا خیلی وسیع‌تر و بزرگتره. بعد شما تو راه یه جاهایی دارین که میتونید بزنید بغل، سرویس بهداشتی داره، جای پارکینگ داره، میتونید اونجا بمونید. ولی خب تو ایران متاسفانه همچین چیزی نداره. حالا بهتون نشون بدم، ببینید اینجا که نوشته خونه آنفارا نوشته رست ایریا 13 مایل. 13 مایل دیگه مثلا یه دونه رست ایریا هست، همون محل استراحت. حالا تو بعضی از این رست ایریاها یه سری چیزهای دیگه هم، یه سری آپشن هایی هم اضافه شده، مثلا یه حالت روزتوری، یه چارت اطلاعات در مورد اون ایالتی که توش هستین و یا اون محلی که رست ایریا برقرار شده گذاشتن اونجا. یه سری اطلاعات هست، یه سری کاتالوگ ها هست که مثلا توضیح میده راجع به اون ایالت و راجع به اون قسمت و حتی بعضیاشون یه فروشگاهی داره، مثلا میتونی چیزی تهیه بکنی. آره اونجا تو اون تابلو هم نوشته بود که باید زنجیره چرخ همراهتون باشه برای تراکا. زنجیره چرخ باید باشه چون اینجا شمال آمریکاست و زمستونا و اینا خیلی برف و بارندگی و طوفان و بوران و اینا زیاد میشه. دیشب مثلا مینسوتا بودم، پریشب تو مینسوتا بودن، چندین تا تراک چپ کرده بودن، چندین تا سواری رفته بودن تو شولدرها، رفته بودن تو شونه خاکیا و خیلی بوران و برف و اصلا جاده معلوم نبود، با اینکه ماشینایی که میان جاده رو تمیز میکنن توی لاین اونوری بودن، ولی در مجموع اینطوری بود. الان اینجا ایستگاه وزن کشی بسته بود ولی به من چراغ قرمز داد. حالا یعنی بوقی که میشنوی یعنی باید بری تو، ولی بسته بود. حالا در واقع الان من نباید میومدم ولی چون که قرمز داد اومدم که خیالم راحت بشه. بله ببینیم که اونجا بازه، تابلوه اشتباه بود. حالا چرا قرمز داد نمیدونم، ولی خب نباید میومدم. بله عکس هم انداخت و اینا تو سوابق ثبت میشه. نمیومدم فکر کنم بهتر بود، ولی خب در مجموع خیلی هم مهم نیست. بله بسته است. فکر کنم فقط به خاطر همون عکس گرفتنه قرمز داد. یه کامل وایسا، ولی خب کسی نیست واقعا. اون رو به رو هم وزنم هم می‌نویسه حتما. بله دیدی تو اون تابلو نمیدونم معلومه یا نه، اون تابلو وزنم نوشته میشه. آره اینا بستن و من نباید میمادم داخل، ولی خب دیگه چون که قرمز داد اومدم، نخواستم ریسک کنم. اینجا دوباره میریم به سمت خروج.
on the current خوب road. شد که حالا اینم تو ویدیو افتاد. این شکلیه که اونا توی اونجا وزن رو بررسی میکنن، مدارک رو بررسی میکنن، همه چی ساعت رانندگی رو بررسی میکنن. متاسفانه دیروز هم من توی ابتدای مینسوتا بعد از اون یخبندونه که زدم عقب خوابیدم، وقتی حرکت کردم دوباره توی یکی از همین به استیشن ها باسکولا مدارک منو بررسی کردن، به ساعت رانندگی گیر دادن و $285 جریمه شدم. ولی این اشتباه من نبود، اشتباه بخش لاگبوک یا همون ELD یا همین چیزی که ساعت ها رو ثبت کنه بود. ولی خب جریمه برای من بود و من باید تومونش رو بدم. خب حالا دیگه رسیدیم به همون ابرا مه، یعنی در واقع اینجا هم که بگذرونم دیگه ویدیو رو تموم میکنم که خیلی هم طولانی نشه. سعی میکنم ویدیوهایی که از ویدیوهایی از جاده های قشنگ آمریکا بگیرم. جایی که قشنگ نباشه نمیگیرم، جایی که به نظر خودم قشنگ بیاد شاید تماشا کردنش لذت بخش باشه براتون میگیرم و میذارم توی کانال که لذت ببرین. جاده های اینجا مثلا مثل جاده های شمال خودمونه، ولی خب شاید یه مقدار زیباتر. خیلی طولانی تر. چون من خودم این جاده ها رو دوست دارم، فیلمشو میگیرم میذارم که اونایی که مثل من دوست دارن این جاده ها رو بتونن لذتشو ببرن. کسایی که دوست داشته باشن اطلاعاتش رو بدونن، فرایدلاینر 2024 مایلش 176,000 تاست الان، یعنی 175,553 تقریبا 176,000 تا و 450 یا 455 هست که با کار قدرتشه، با گیربکس اتوماتیک. قبل از این با ولوی 2025 VLL 860 رونده بودم، ببخشید 2025 760 رونده بودم. اون خوب بود، گیربکسش از این باهوش‌تر بود. این گیربکسش یه خورده عملکردش نسبت به اون از نظر من پایین‌تره و اون ولوو فکر میکنم از نظر من دوباره شتاب و سرعت و قدرتش و یا تورکش طوری بود که حالا همخوانیش با گیربکس طوری بود که یه مقدار از این از نظر من دوباره بهتر بود. داره خب میگم قطعاتش یه مقدار
شرکتی که صاحب بنز هست صاحب این برند فرایدلاینر هم هست، یه جورایی برای همین مثلا اینو میگن حالا بنز آمریکایی. مثلا اطلاعاتی هم که بهتون میدم دوستان اطلاعات خودمه، شاید یه مقدار بالا پایین باشه، اشتباه باشه، دقیق نباشه کاملا، ولی اگر یه موقع کسی چیزی خواست میتونم نگاه کنم و دقیق ترش رو بهش بگم. پیشا پیش عذرخواهی میکنم. بله اینجا هم که میبینید به جنگل و
مایل دیگه وارد ایالت آیداهو میشیم.